درست 70 سال پیش پسر 14 ساله یک خانواده به ناچار روستا و خواهر 4 ساله اش را ترک می کند. بعد برادر مرا برداشت گفتش که آبجی جان من تو عیالی من مردم هر جا برم از بودی خودم میام. رفتنی که 70 سال بدون بازگشت بود. گفتم داداشم اصلا پدرش در اجازه رو بده ببین اینجا شهید شده اصلا تا به الان هیچ فکر نمی‌کردم. گفتم شهید شده با همین عکس دیگه با همین اشک من خودم صحبت می‌کردم با همین گذران می‌کردم دل خودم با همین عکس آروم می‌کردم تا اینکه در همین ایام خبری امید رو در دل آقگل خانم زنده می‌کنه. یکی از کارمندان ثبت احوال که مراجعه کرد برای دیدنی تصویری که دید گفت کیه مادر خانمم توضیح داد که برادرم 70 سال پیش رفته. بعد که اجازه میدیم من برم دوماش پیدا کنم اونم گفتن اشکال نداره خواهش پیدا کنیم ما از تشکر هم میکنیم. بعد که رفت ثبت احوال بعد از اونجا زنگ زد که من پیدا کردم. حمید آقای 84 سال امروز بعد از 70 سال از شیراز به دیدار خواهر کوچکش آمد. من از خداوند همیشه آرزو داشتم که خدا به من توفیق بده قبل از اینکه نوبت رفتن من باشه قبل از اون برسم خدمت خواهرم و این سفارش مرحوم مادرم رو ادا کرده باشم. روحم احساس سرفرازی میکنه امروز. روحم احساس سرفرازی میکنه عزیزم. امروز روحم احساس سرفرازی میکنه. این خواهر و برادر بهترین عیدی این 70 خورده سال رو گرفتن. افشین صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای راستقان، استان خراسان شمالی.